سلام. من ریحانم. منم یزدان کوکبی سوام. اینجا چاله چالشه. تو چاله چالش اگر 2 تا چاله بیاری میبازی. بریم. خب بریم. برسم. خب آخرین باری که به کسی گفتی ازش متنفری چه زمانی بوده؟ و به کی گفتی؟ بگم واقعا به آدما میگی ازشون متنفری؟ آره، خیلی من معمولا با آدم رفتارم بهشون 2 نشون دقیقه میدم. پیش که بیشتر مثلا شاید 5 دقیقهش به یکی از دوستان امیرمهدی نادفاعی گفتم من ازش متنفرم. خیلی واقعا میگم عادی گفتم من ازش متنفرم. اونم تایید کرد گفت منم ازش متنفرم. آخ خیلی نازی. یه جوک شوهرعمه‌ای. خب یه جوک شوهرعمه‌ای. میدونی باکتری به کی میگن؟ نه. به کسی که با قوری قهر کرده رفته با کتری. از چی بیشتر از همه وحشت داری؟ میخوای به خاطر غرورت نگی؟ شبای ارشیا فتری یکی از دوستانم. چی؟ شبهای یکی از دوستانم یه دوستی دارم ارشیا فتری. میشناسم. آره همه میشناسن اکثرا. شب که مثلا 7 شب به بعد دیگه همه ازش میترسن. خیلی هم میترسن. تبدیل میشه واقعا. آخه زنگ بزن به یکی و بگو برای قرارداد یه نمایش خانگی چون نقش اصلی نیومده همین فردا هم ضبط داریم من شما رو میخوام واسه این کار. آخ جون اینو چالشه، اینو تفریحه. گفتم الان دیگه سخته نمیتونه تفریحه. کلا اذیت کردن آدمو لذت بخشه. بذار به یه دوستم زنگ بزنم حالا اگه جواب بدن. بذار مشترک مورد نظر جواب نمیده. بگم بعدی مجازات جواب نداد دیگه. اوکی اگه میخوای به یکی دیگه زنگ بزن. نه باشه مجازات. دوستی داری که ماشین داشته باشه؟ آره یه دونشون داره. زنگ میزنی بهش؟ خب بهش هم میگی که من گواهی نامه ندارم. میدونه. رانندگی بلدم. میدونه. گوش کن. میگی یه 24 ساعت ماشین تو میخوام باهاش تا چالوس بریم برگردیم. اوکی. بگو خودم هم میخوام بشم باش فرمونم. باشه. تنهایی بگو کار دارم. اوکی قبوله. خاطب در دسترس نمی‌باشد. عالی بود به نظرم. مجازات ای وای زنگ بزن به یکی دیگه. خب بگو که آقا من قسطی خرید کردم این ماه قسطشو نمیتونم بدم تو بده. مجازات و چالش یزدان جفتش یکیه. دوستیا بوی 5 پیاز میده. ثانیه. 1 نه جواب میده جواب 3 الو. سلام خوبی هستی؟ سلام ریحانه خوبی جانم؟ چطوری؟ چه خبر؟ قربونه برم. خبری نیست. به بدبختی باشی. هستی یه چیزی میخواستم بهت بگم یکم خجالت میکشیدم ببخشید. نه بگو جانم. ببین حقیقتا من یه خریدی کردم. خب یه سری لوازم آرایش گرفتم گرون بود. بعد این قسطیه بعد این ماه من پول ندارم. بعد قسطشو میخواستم ببینم تو میدی؟ چقدر هستش؟ 5 تومن. من الان 5 تومن تو کارتم نیست. 2 تومن دارم. 2 تومن داری؟ نمیتونی از یکی قرض بگیری؟ نه یکی من مثلا کی؟ نمیدونم از مثلا مامانت بابات یه من 5 تومن میخوام واقعا خیلی واجبه. داری میگی 5 تومن لوازم آرایش خریدی داداش؟ خب واجب بود به خدا. نه من با اون کاری ندارم. منظور این که من منتظرشم بو بهم بدن برای اینکه بخوام بهت بدم 5 تومن. به قرآن الان میخوام خیلی حالم بده. خب اونجایی که سفارش دادی نمیتونی بگی مثلا 2 تومنشو میدی من 2 تومن رو بدم؟ نه به خدا زنگ زدم گفتن که پول نداری برای چی خرید میکنی؟ میخوای بذار برم به مامانم بگم. میگی؟ برم به مامانم بگم که بهم یکم پول میده که برم به تو. اوکی پس خبرشو به من میدی؟ آره تا کی بهت بدم؟ زود باش. دستت درد نکنه مرسی. باش خدا خیرت بده. قربونت خداحافظ. قبول میکنی؟ قبول میکنی.
الان وای حیثیتش جلو خون. لیلی چاله آخرین بار به کی دروغ گفتی؟ به دوستم. گفتم 5 تومن لوازم آرایش خریدم، لطفا پولشو بهم بده. دوست داشتی جای کدوم شخصیت کارتونی باشی؟ آخه من یاد تام میندازی. تام کیه؟ تام تو تام و جری. آها من واقعا بگم جادوگرای هتل ترانسیلوانیا. آفرین. زنگ بزن به یکی و ازش بخواد که شب بری خونهشون. بعد زنگ بزن بگو یکی همین دوست تو زنگ میزنی میگی شب میخوام بیام خونه‌شون، بابام رام نمیده. بابا بزن به آدم جدید زنگ بزن. نه به این همین راه میره ها. به همین زنگ بزن. بهش بگو چالش بود ولی واقعا میخوام نه نگو چالش بود، بگو اصلا بگو سر همین موضوع بابام دعوام شده، قهر کردم نمیخوام برم خونه، میشه بیام؟ بعد قبوله. الو سلام هستی؟ خوبی؟ جانم. ببخشید خیلی امروز مزاحم جانم نه قربونه. هستی. من واقعا این بدهیه بهم فشار آورده. بعد با بابام دعوام شد. این بدهیه، این پوله که باید بدم خیلی اذیتم کرد. بعد اصلا با مامان بابام دعوام شد. میخواستم بیام خونه‌تون، میشه بیام؟ الان؟ آره مزاحم نمیشم، میام اتاق خودت فقط. الان به مامانم بگم که کی میخوای بیا بگم چه ساعت؟ الان مثلا خودمو میرسونم. الان؟ آره دیگه راه میفتم، اشکال نداره یکم وسیله بیارم، مثلا امشبو پیشت باشم. خیلی دقیقه سب کن، من یه دقیقه حالا باشه گوشی هستی دقیقه سب کن به مامانم بگم. بگو همین الان بگو. فقط من یکی باهامه، اشکال نداره. چی؟ یکی از بچهای دانشگاهه. نه حقیقتا که بچه دانشگاه رو نمیتونی با خودت بیاری اینجا، ولی یکی باشه دوره هم، یکی از بچهای خودمونو بیارم. به مانا بگم بیاد. مامان ریحان مرادی خود میشه احسان مرادی. خب میگه من با بابام دعوام شده، بعد میگه میشه الان یکم بیاد خونه ما. آره بگم بیاد. داری من مشکل نداره، گفت الان هم میخواد بیاد، مشکل نداره بیاد. نه آها فقط اون 5 تومنه چی شد؟ چی؟ اون 5 تومنه تو قول دادی. حالا بیا فعلا. پس میام اونجا که پولم ازت بگیرم دیگه. مگه خندش بیاد بالا؟ چرا دیگه میام بالا، شب اونجا شما میمونم. فعلا بیا بالا. باشه پس یه بنده خدایی هم هست میارم، حالا خوشت نیامد در رو روش وا نکن. نه مسخره بازی داری در میاری؟ نه بابا به خدا. نه چرا داری مسخره بازی در میاری؟ ایسکا کردی منو؟ نه باشه اوکی خودم میام، شوخی کردم، خودم میام. حالا لوکیشن اینا رو داری دیگه؟ آره دارم، میفرستم واسه اون دوستم. میای؟ چی؟ هیچی کاری نداری؟ بیا باشه خدا. از کدوم ویژگی فرد مقابلت متنفری؟ مجازات. من اصلا اهل دعوا نیستم و برای هدیه آوردم. این دوتا رو بزن دو طرف موت. خب یکی این بر یکی اون بر. چرا میده؟ بزن خوشگل بزن صفر. ای وای ای وای من خودم قبلا با شما بودم. خب حالا بزن روشون. وایس یه تپ بزن. پسری پسری؟ چه پر پسری بزن روشون. چاله همینجام قهوه مهمون من. بله برنامه میگیریم ازم. باختی؟ خیلی به من خوش میگذره اینجا. مجازاتت برای خودت. خداحافظ.